جنجال ساکنان دهه لکت با مأمورین پلیس شهر استرافشان آخر ماه می در اینجا رخ داده است. در این زمین‌های کشاورزی ساکنان منطقه به دهقانی مشغول هستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر گزارش گفت که ساکنان اینجا به فعالیت کسبی مأمورین پلیس مانع ایجاد کردند، ولی ساکنان ادعای دیگر دارند و فرضیه‌های خود را پیش می‌آورند. لحظه از بحث و کشمکش ساکنان دهه لکت شهر استرافشان با مأموران میلیسا. حادثه که مقامات به طرز خود و مردم به گونه خود شرح می‌دهند. ساکنان میگن روز 31 می امسال در 2 کیلومتری دهه لکت یک ماشین سیاه شیشه را دیدند که از درونش صدای امداد طلبی دختر می آمد. به نقل آنها همدیگر را خبردار کردند و به نزد ماشین رفتند و راننده و همراهانش را که مأموران میلیسا بودند به گشادن در مجبور نمودند و آنچه دیدند سبب جنجال شد. 3 میلیسا دخترم را با ماشین بردند. دخترم از ماشین میفرایم گفته گریه کند هم آنها نفر آورده به دشت و صحرا بردند، جایی که هیچ کس نیست. دخترم من به کار میروم، مرا سر دید گفته است، ولی آنها در جواب گفتند که ما پول کارت را میدهیم، با ما رو. در ریاست کارهای داخلی ولایت سوق میگویند گروه از ساکنان دهه لکت شهر استرافشان 3 مأمور میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. این نهاد روز 2 ایول با نشر گزارش رسمی گفت حادثه روز 31 می و زمانی رخ داد که کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر استرافشان پی تحقیق یک خبر فوری در زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت بودند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چی سر زد و کارمندان انتظامی در این دهه چی را تحقیق میکردند. اما دختر با رضایت والدانش نقل کردند که آن روز به او چی اتفاق افتاد. میلیسا اومد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم. تو شناسنامه نداشته ای، من شناسنامه‌ات رو حل کرده میدیم گفت. میانم رو قپیده این گپ ها رو گفت. من در این حالت گریه کرده فریاد زدم که همدیه هایمون از بیرون شنیدند. بعد همه رو جیغ زدند. همه جمع شد. مدیر مکتب و جمالالدین امکم نیز آمدند و این حالت رخ داد. Shu paytda men yig'lab baqirayotganimni hamqishloqlarim eshitib qolgan. در حالی که نقل‌ها گوناگونند و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پایفشاری دارند، به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام میده اوباشی پرونده مأموری گشودند. جمالالدین رحمتوف امک دختری نابالغ که سبب جنجال شده است نیز در بازداشت است. اگرت اولا من دسته میرسلانو ارده دیگن دختری 9 صنف را یک بچه گرفته برده چیکار کند میلشو امکش رفته اگر آنها را جدا کند میلیسا را زدن گفته گناهگار میکند. بچه مرا برده تو میلیسا را زدی گفته لطکوب کردند و به حبس گرفته ماندند. اینجا اساساً کی گناهگار است؟ امک دختری نابالغ یا میلیسا؟ به کی باور کنیم؟ kim گشنای میلیسا گشنای خلق شونایمه. در بین بازداشت شده ها مدیر یک مکتب میانه شهر استرافشان هم بوده است. مقامات او را به یاری دادن به همدهگان متهم کردند. پیوندان مدیر مکتب در صحبت حضوری اتهام را تصدیق کردند اما راضی نشدند که در ویدیو گپ زنند. حالا خانواده رحمتوف به اتهام دسترازی به دختر نابالغشان علیه 3 کارمند میلیسای شهر استرافشان به مقامات مراجعت کردند. در عریضه مادر دختر نام 3 مأمور میلیسا است. بازداشت گروهی ساکنان استرافشان برای جنجال با میلیساها در حال است که شکایت و ناراضگی از رفتار و برخورد مأموران میلیسا در تاجیکستان کم نیست. بعضی از ساکنان بر اینند که کارمندان میلیسا فقط از مردم رعایت قانون و قاعده ها را طلب میکنند اما خودسری در بین خود آنها نیز افزوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان.